با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم استارت و ای باشو که توش به وجود میاد و به شما آموزش بدیم. استارت تو مرحله اول اگه تیک و تیک کنه استارت نزه، بعد 4-5 بار که سویچ تابوندی دا استارت زدی دا استارت نزه، این پیچ داخل در اتوماتیک استارت خورده میشه که بهش کابل اصلی باتری متصل میشه. تو استارت های قدیمی مثل ماشین های آمریکایی یا اونایی که دراشون پیچیه، این قابل باز شدن و تعمیر هست. ماشین های جدید چون اتوماتیکشون پلومه، این قسمت باید کامل عوض بشه و قابل تعمیر نیست. باعث شده هم درد سرش هم زیاده، چون پرس میخواد بعدم باید لباشو پس کن. مورد دومی که به وجود میاد تو آرمیچر استارت، احتمال داره آرمیچر یه دونه از این پیچاش قطعی پیدا کنه و استارت بی جون بزنه و پس از یه مدت اینجوری کامل از سمت کلکتور جدا بشه و باعث خورد شدن زغال استارت بشه. حالا این به صورت کامل جدا شده، این یکی آرمیچر یه دونش در حال جدا شدن هست. اینی که اینجاست. این هنگامی که ماشین داغ میشه استارت زور میزنه و استارت میخوره، که بعد باید بیاید آرمیچر رو به این صورت دور تا دورش رو قلع کنید. با هویت چکشی هم اصلا فایده نداره، اینا رو باید ببرید سمت رادیات سازار که با سری هوا براتون قلعش کنه. تو ماشین جدید این آرمیچر استارت عوض میشه، شما اصلا مغروم به صفحه نیست که شما بخواید ببرید اینا قلعش کنید. یکی از دلایل دیگه هم که استارت زور میزنه و استارت بخوره کوتاه شدن این زغال هاست که به تعمیر رسه. زغال های مثبت که سیم رو کشدار داره اینا بیشتر از بین میره تا زغال های منفی که به بدن وصل هستن. داخل ماشین جدید اکثرا مجموعه زغال با هم هستن، اما داخل استارت های قدیمی به صورت پیچ این زغال تک به تک عوض میشن و جدا میشن و تعویض میشن. مجموعه زغاله که ماشین جدید اکثرا به این صورت هستن، پراید، پژو و بقیه ماشینا. حالا پژو یه مقدار متفاوت تره، الان مجموعه زغال استارت ماکسیما هست که با پراید تقریبا توی یه مایه هستن، توی یه شکل هست. مورد دیگه که